هر کسی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند، خوب نمازهای پنجگانه بعد از فرض میخوانه آیت الکرسی رو با تسبیح ها، بعد از آن خسته سنت میخوانه، یا سنت ها رو میخوانه تمام میکنه، بعد از آن میشینه تسبیح ها رو میگویه، ثانی در آخرش آیت الکرسی میخوانه. هر حالت هر دوشم جایز است. عزیزان من، کسی بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند، از درآمدن بهشت چیز او را من نمی کند مگر مرگ. یعنی تا آمدن مرگ در این دنیاست، بهشت نمی رود. همین که مرگ آمد، روح او که از قالب بدن برآمد، او بهشتی است. ببینید بشارت ها. خوشا به حال کسانی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخوانند، بعد از نمازهای پنجگانه میشینند و تسبیح میگویند.